اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه مسچو شهرک بوستان کودکستان خصوصی وحدت را افتتاح کردند. بینای نوی کودکستان خصوصی وحدت دو آشیانه بوده با عنصر ملی و معاصر بنیاد گردیده است. مؤسسه خصوصی تا مکتبی در دایره سزاوار استقبال گرفتن جشن عمومی ملی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با سهم صاحبکار محلی عبدالوهاب حسنов ساخته شده است. با نظر داشت حجره‌های تعلیمی و فراغتی و موافق استاندارد تعلیم در کودکستان امکان است همه روزه قریب 200 نفر کودک خوش‌طالع دوران صاحب استقلال و تعلیم و تربیت فرا گرفته شود. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هنگام شناسایی با شرایط تعلیم و تربیت با اجرای با صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده آن را تحفه ارزنده در روزهای تجلیل از 29 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای ساکنان ناحیه مسچو معنیداد کردند. صنفخانه‌های درسی پرره با میز و کرسی، عیانیت‌های درسی و دیگر لوازمات خانگی مجهز گردانده شده‌اند. حجره‌های فراغتی و خواب کودکان باشند با رخت خواب و دیگر راحت کرسی‌های زمانوی تامین کرده شده‌اند. در داخل کودکستان حوض زمانوی شناوری نیز ساخته شده است که یکی از برتریت‌های مؤسسه در ناحیه مسچو به حساب می‌رود. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت جهتی به کار جلب کردن مربیه‌های صاحب اختصاص و دارای مهارت و ملکه بلند معاشرت با کودکان و در روحیه و تندرستی تربیت کردن نسل آینده ملت به مسئولان دستور و سپارش‌های مشخص دادند. کودکستان وحدت در ناحیه مسچو اولین مؤسسه خصوصی تا مکتبی به حساب می‌رود. با بنیاد بینای نوی کودکستان خصوصی وحدت شماره مؤسسه های تا مکتبی در ناحیه مسچو ولایت سوخ به 12 عدد رسیده قریب 2000 کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. جهت سیر و گشت و به بازی های گوناگون مشغول شدن کودکان میدانچه زمانوی که با تجهیزات نوی دلخوش کننده مجهز گردیده است موجود است. با مقصد سبز و خرم گرداندن صحنه و اطراف بینای نو بنیاد کودکستان خصوصی وطن وحدت درختان سایه افکن و گل و بوته‌های آرایشی شنانیده شده است. گذاشتن نشستگاه‌های زمانوی و ایوانچه‌ها در صحن حولی مؤسسه امکانیت فراهم می‌آورد که کودکان فارغ از تعلیم استراحت خود را کامل گردانند.